تقدیم به یک هموطن ما، یک نوجوان مهاجر که امروز در سرک‌های یک شهر در ایران و صورتش سیلی زده می شد و از او پرسیده می شد که بگو بچه کجایی؟ من خواستم برای اونهایی که سوال را کردن که بچه کجایی تشریح بتم که او بچه کجاست. من بچه سرزمین صخره‌های تسخیر ناپذیرم، اولاد بودا، از بطن خدای خورشید، از محله مولانا. من بچه سرزمین سخاوتم که آب هیرمند و هریرودش، غوربند و ژوب، مرغاب و سفید رود، خاک خشک و تشنه تو را مفت و مفت و مفت سال هاست که سیراب می کند. من اسطوره شعر فردوسیم، قهرمان شاهنامه، همان قرآن تو، دختر شاه کابل، دلداده زال و مادر رستم، تهمینه مادر سهراب که هویت تو را برای فخر فروشی آفرید. من زبان دربارم، شاه رگ آسیا، نقطه عطف هندوکش، قله سرکش پامیر، زادگاه بودا، پرورده مولانا که با یک کهکشان غرور، سبز مثل زمرد بدخشان، سرخ مثل انار قندهار، شیرین مثل رودبار بلخ، تلخ مثل تلاطم روزگار، هنوز استوار و مقاوم و باوقار در برابر تو ایستاده است. حال تو بگو، تو بچه کجایی و هویتت را از کجا به آریه گرفتی؟